سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه افتخار اینو دارم که در خدمت باشم. روال جدیدمون رو ادامه بدیم. شاید این ویدیو یکم طولانی تر باشه، چرا که همونطور که گفتم هر بار که بخوایم چارت رو بررسی بکنیم بهتره که از تایم فریم کاملا بالا استفاده بکنیم تا بیایم به دیتیل ها و جزئیاتی که لازمه برسیم. از تایم ماهانه شروع میکنیم. خب از نگاه من تنها چیزی که شاید حتی از نگاه خیلی کلاسیک سادم باشه اینو داریم که به زیبایی بریک شده و اومده بالا. یعنی شما در تایم ماهانه تنها چیزی که فعلا دارید همینه و اگر یک کم ریزتر بشید، حالا این نتیجه مال یک تایم فریم پایین تره که قبلا در ویدیوهای بعدی خیلی روش تأکید داشتیم و اگه اینجا دقت کنیم اینو باید برای خودمون مشخص بکنیم. حالا از فعلا تا اینجای کار با چیزهایی که ما یاد گرفتیم و داریم در تایم فریم ماهانه با آی سی تی بیسیکی که ازش استفاده میکنیم، شما یک حرکت کاملا صعودی قدرتمند رو در تایم فریم ماهیانه داریم و خیلی به واسطه اینکه دنبال یک اصلاح یا کارکشن یا هر چیز دیگه بودن متاسفانه در طول این حرکت بارها و بارها متحمل زیانهای بالایی شدن. اما قطعا یک آی سی تی تریدر بعد این حرکتی که اینجا رخ داده میدونسته که بایاس کاملا صعودیه و هر حرکتی رو باید دنبال بیشتر بای باشه و اگر سل بوده قطعا باید دونسته باشه که خلاف بایاس کلی هست. ما در اینجای کار بودیم بررسیمون اگر یادتون باشه و حالا میخوایم همون رو ادامه بدیم. در ترم ماهانه من خدمتتون عرض کردم کاری به این ادامه نداریم، فعلا ما اینجای کار بودیم. چیزی که کاملا واضحه شما در اینجا این FPG ماهانه رو داشتید و دارید و باید برای خودتون مشخص میکردید. حالا میریم که در تایم فریم های پایین تر ببینیم چه چیزهایی در اینجا رخ داده. در تایم فریم هفتگی ببینید عزیزان، چیزی که من خیلی همیشه در موردش تاکید داشتم و دارم اینه که شما همیشه باید بایاس رو مد نظر قرار بدید و تا زمانی که یک شکست قابل قبول در تایمی که مد نظرتون هست رخ نداده باشه نباید فکر کنید که بایاس تایم اصلیتون از بین رفته یا شکسته شده و این FPG هفتگی بود که روش تاکید کردیم. شاید خیلی ها زمانی که اینجا مثلا یک حرکتی رخ بده انتظار برگشت به اینجا رو داشته باشن، یعنی میگن آقا ما برمیگردیم سمت این FPG. این خیلی غلطه. شما همیشه در یک بایاس قدرتمند اولین آرایه یا FPG خلاف بایاستون رو باید خیلی بولدش کنید برای خودتون و اونجا براتون باید از هر آرایه دیگه قابل توجه تر باشه. چرا؟ چون که در یک بایاس قرار نیست تمام آرایه هاتون مجددا فتح بشه تا ادامه حرکت استارت بخوره و اینو یادتون باشه، مخصوصا در چارتی مثل طلا. یعنی شما اگر پشت سر هم یک سری آرایه یک سری FPG براتون جا گذاشته میشه، شما نباید انتظار اینو داشته باشین که تمام این آرایه ها مجددا بهش بازگشت داده بشه و ادامه حرکت استارت بکنه. کما اینکه ما در اینجا در این FPG خدمتتون گفتیم در یک FPG هفتگی بودیم، یک نقدینگی در سمت خرید داشتیم که با هانت کردنش انتظار برگشت مجدد به این FPG رو داشتیم که گفتم خیلیا مثلا کلاسیک کارها طبعا انتظار داشتن به اینجا برگردن یا حتی خیلی از آی سی تی تریدرها انتظار برگشت به این اوردر بلاک رو داشتن و اینجا انتظار ادامه حرکت. اما
خب برای خیلی ها این مسئله جا موند یا خیلی ها اینجا فکر کردن که دیگه طلا تمومه و شروع میکنه به برگشت حداقل تا 2100 و این داستان که ما با اینا کاری نداریم. میخوام نگاه ساده به مارکت رو یاد بگیرید و یک چیز رو بدونید. شما قطعا یعنی اکثریت تریدرها وقتی که یک چارتی کاراش رو انجام میده به این نتیجه میرسن که وای چقدر راحت بود، آره ما باید میدونستیم. بله برای همه همین، ولی در اون زمان که چطور چارت رو ببینیم و چطور اون کلیک ترید رو بزنیم مهمه و همه اینا اولا در درجه اول چیز طبیعیه اگر ندونیم، اما باید روش تمرین کنیم، به اون مهارت و تسلط برسید، به اون سطح از مدیریت برسید که بتونید توی اون شرایط اصولی تر ترید بکنید. حالا ما تا اینجا رو در تایم فریم پایین تریدش کردیم، میخوایم از اینجا به بعدش رو با هم ببینیم چه نگاهی درست بوده به مارکت. ببینید شما در تایم فریم هفتگی هیچ چیزی نداشتید، یعنی اگر کسی در اینجا وارد سل شده طبعا از نگاه یک آی سی تی تریدر باید اینجا دیگه انتظار این رو داشته باشه که مارکت بهش نشون بده میخواد چیکار بکنه. اگر کسی از اینجا میگه آقا تارگت این پایینه، خب کاملا اشتباهه، یعنی هیچ چیزی نداره. شما در تایم فریم هفتگی هیچ شکست ساختاری نداره، یعنی شما کاملا واضح اینجا میتونید ببینید که شکست ساختار شما زمانی بوده که یک کندلی بتونه اینجا رو براتون بریک بکنه و بشکنه. تازه در اون شرایط شما باید تایم فریم بالاترش رو هم مد نظر قرار بدید، ولی خب ما میتونیم بگیم اگه اینجا شکستی انجام میشد در هر برگشتی میتونید دنبال ادامه حرکت بشین تا کجا؟ تا جایی که شکست ساختار در تایم فریم بالاترتون نقض نشه، چون بایاستون رو به بالا بوده. این جمله رو کاملا درک کنید، خیلی مهمه. الان ما همینو بریم در تایم فریم پایینتر دیلی. خب در تایم دیلی همونطور که این پوزیشن رو ما گرفتیم و تارگتش هم اعلام کردیم دیگه، اینجای کار یک آی سی تی تریدر از معاملاتش خارج شده و منتظر این بوده که ببینه مارکت براش چه کاری انجام میده. چرا؟ چون اینجا جایی هست که امکان شکست ساختار در تایم فریم بالاتر این تایم فریم یعنی هفتگی وجود داشته و از یک سمتی هر گونه هانتی در این سطح مجددا این رو به شما القا میکنه که من هنوز بایاسم در تایم بالاتر صعودیه و اینجا اگر هانتی هم براتون ساخته بشه در جهت ادامه بایاسم. پس اگر این مدلی فکر بکنید شما اینجای کار حداقل در بهترین حالت یا بدترین حالتتون اینه که ترید ندارید. یعنی بدترین حالتی که داشته باشین در اینجا که از پوزیشن سلمون خارج شدیم که من دیگه الان پاکش میکنم برم پایینتر، شما دیگه هیچ پوزیشنی نخواهید داشت. یعنی میخوام مدل نگاه کردن به چارت رو یاد بگیریم با هم، یعنی زیاد پیچیده‌اش نکنیم. پیچیده کردن مال زمانی که شما این مدل فکری، این خط فکری رو دیگه انقدر براتون روتین شده باشه که هیچ موقع به اشتباه نیفتید. وگرنه اگر الان به شما یک سری پیچیدگی ها داده بشه قطعا بدتر میشه شرایط. یک نکته در ویدیو فکر کنم اول یا دوم بهتون گفتم در مورد این بلاک که حالا من با زبون خودم بهتون میگم، اینجا یک شاخصه، این شاخصی هست که اینجا ازش محافظت میشه و این بلاک برای شما بلاک دستوری هست و هر تایم فریمی از این پیروی میکنه و ببینید چند بار از این پیروی شده تا در جهت بایاس، یعنی این مثلا یه نشونه گذاریه شما میتونید بگیرید و اینو یادتون باشه هر چیزی که من خدمت شما میگم در هر تایم فریمی قابل تعمیم هست، اینو از من داشته باشید. و خب اینجا میبینید همین داستان بوده، دوباره از این نشانه، از این یادگاری که اینجا جا گذاشته شده محافظت شده، ازش تبعیت شده تا استارت گام بعدی چارت. حالا بریم یک تایم پایین تر. ببینید عزیزان این سلی بوده که ما ازش تارگتمون رو زدیم و میخوام اینجا دیگه اینا رو هم پاک کنم. حالا شما اینجای کار
یکی میاد میگه خب من اینجا باید چیکار بکنم، اینجا من چطوری ترید کنم. اولا که شما مجبور نیستی ترید، این در وهله اول، یعنی قرار نیست شما هر جای چارت رو بتونید ترید کنید و اگر زمانی شما ندونستید یک جایی رو ترید کنید هیچ مشکلی نیست، اجازه بدید مارکت اون چیزی که شما میخواید رو براتون بسازه. هرگز فکر نکنید که شما باید به دلیل اینکه مثلا آی سی تی کاری یا مثلا تو گروه پدرام هستید باید هر جای شانس رو بتونید ترید. این کاملا اشتباهه. یعنی این تفکرات رو باید در خودتون نهادینه کنید. این جای کار من با این چیزی که الان مثلا دارم نگاه میکنم قطعا من این جای کار با این تایم فریم تا اینجا که اومدم هیچ چیزی برای ترید کردن نداشت تا اینجا، مگر اینکه چی برم در تایم فریم پایینتر یک چیزی پیدا کنم که برای من در اینجا یک چیزی، یک حرکتی، یک استدلالی باشه که بشه بهش داخل شد. خب حالا دقت کنید من چی بهتون گفتم در اینجای کار، یعنی در این مرحله ما دنبال این هستیم که اینجا یک چیزی برای ما رخ بده که این رو درست کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی من بعد این حرکتی که اینجا بوده شما باید حرکت رو بشناسید. بعد این حرکت شما انتظار چی دارید؟ یک رنجی دارید و اینجا من با همین تایم فریم وقتی این رو میبینم اینجا دیگه باید بدونم که در تایم پایین باید یک ساختارهای، یک فازهایی شروع به ساختن بکنید برای اینکه یک حرکت جدیدی شروع بشه. در همین تایم فریمی که دارم نگاش میکنم. چرا؟ چون من از نگاه سلی که داشتم اینجا خارج شد. از وقتی خارج شدم یعنی چی؟ یعنی دنبال اینم که فاز حرکتم عوض بشه یا یا بهتر بگم فاز جدیدی شروع بشه. این فاز جدید میتونه در راستای همین حرکت باشه یا نه استارت زدن آماده سازی برای یه فاز بعدی باشه یا فاز جدیدتری باشه. حالا بریم یک تایم فریم پایین‌تر که امیدوارم بیاره. اینجا کار. ببینید دوستان ما توی این مرحله کاملا واضحه که شما وارد یک فاز، حالا به زبون خودمون میگیم یه رنجی شدید، اینجا یک اکسپنشن براتون ساخت. خب و فرض رو بر این میگیم که شما اینجای کار هیچ ورودی نداشتید که ما اینجا تا به اینجا رو دیگه در تایم فریم، یعنی همون مدل فکری که بهتون گفتم از هفته ماهانی که اومدم پایین شما بیستون رو از 1 ساعته قرار میدید و میرید پایینتر و اینجا رو کاملا میتونید ترید کنید، چون گفتم باید چشماتون به دیدن یک سری چیزا عادت کنه. اون چیزا چی بود؟ یکی بود که شما اینجا یک بلاکی دارید، خب قطعا به سهم خودش حتی اگر خلاف باعث باشه باید برای شما کاری بکنه. پس اگر من این رو برای خودم مشخص بکنم، خب ببینید اینجا وقتی ساختارتون شکسته میشه یک برگشتی به داخل اون FVG که ساخته شده و ادامه حرکت. پس این حرکت برای شما که از 2 لک ساخته شده و ساختار ICT هست رو شما میتونید در تایم فریم پایینتر تریدش کنید. این خیلی نکته مهمیه و مسئله چیه؟ اینه که شما اینجای کار باید یادتون باشه من نگاه همین بود که من در جایی هستم که یک فاز جدیدی میخواد شروع بشه و این فاز حتی اگر سعودی باشه قرار نیست از اینجا یهو یک کله بشه بره بالا بعد از این حرکتی که اینجا انجام شد. پس شما کم کم باید ذهنتون آمادگی رو داشته باشه که چی؟ که من یک فازی رو بارم شروع میشه که در تایم فریم اصلی احتمالاً رنج یا اکیومولیشنه و همین الان من به چی اشاره کردم؟ به یک همچین چیزی. وقتی این رو دارید اینجا شما باید کلا حواستون باشه همچین مسئله رو نمیتونید ازش همینطوری راحت رد بشید. اینجا رو برای خودتون مشخص میکنید و این ساختار اگر برای شما ساختار شکست بوده در تایم فریم های پایینتر که قطعا بوده، یعنی همین FVG که شما اینجا دارید اگر بخواید تریدش بکنید به استاپ اینجا قطعا تارگتتون بعد از رد شدن از این ناحیه، اینو بعدها در موردش حرف میزنیم اینجا چه جور جایی هست، باید اینجا باشه. یعنی تارگت شما، تارگت این ساختارتون قطعا اینجاست، چون این به سهم خودش باید برای شما واکنش بسازه.
به سهم خودش، اینو دقت کنید به حرفم، سهم خودش چیه؟ سهم خودش یک حرکت در تایم فریم 1 ساعته در خلاف بایاس تایم فریم خیلی بالاتره. پس یعنی چی؟ یعنی اگر شما این لگ رو مبنا قرار میدید که این اینجا براتون واکنش بسازه، بدون شک اولین تارگتتون باید کجا باشه؟ 50% این لگ در کمترین حالت ممکن. یعنی شما انتظارتون باید این باشه که از این 50%ی که داره شما تارگتتون رو ازش بگیرید. حالا من یک چیزهایی رو قبلا یادتون دادم که بهتون گفتم که مثال میگم، تطابق پروژکت با آرایه ها که بعدا یادتون میدم، و اینجا شما یک لیکویدیتی هایی رو باید برای خودتون مشخص بکنید و زمانی که شما همچین حرکتی رو دارید اینجای کار، یعنی هانت سشن توکیو توسط نیویورک، اونم در یک برگشت به این حرکت، یعنی این حرکت خودش یک شکست ساختار در تایم فریم پایینتر بوده و اف جی که جا گذاشته. پس شما باید یک بار انتظار برگشت به این رو داشته باشید که ستاپ MSSRTO تون RT2 حالا FVG یا اوردر بلاکتون شکل بگیره. پس این وقتی میخواد، وقتی اینجا 50% شما رو زده، این میتونه یک حرکت یک گام پایینتر بیاد و بیاد لیکویدیتی بعدیتون رو بزنه. لیکویدیتی که از این حرکت شروع بشه میشه کجا؟ یعنی میشه این حرکت اینجا، چرا که لوی روز قبل رو زده، پس لوی روز قبل ترش رو برای خودتون تارگت قرار میدید. و چرا لوی 3 روز قبل رو قرار نمیدید؟ به دلیل اینکه شروع حرکتتون از اونجا بوده و در خلاف بایاس هستید و در تایم بالاتر در یک فاز رنج اکیومولیشن هستید. یعنی شما اینجای کار در هر صورت در هر حالتی باید در این نواحی که حالا به زبون ساده بهش میگیم دیسکانت، شما آماده این باشید که از پوزیشن های سلتون که به دلیل این از این حرکت از اینجا نشأت گرفته خارج بشید. چرا؟ چون شما در یک رنج قرار دارید، یعنی شما باید در این رنج ترید. و اینجا خب چیزی که واضحه خیلی هم زیباست همینه دیگه. نگاه کنید، شما یک ستاپ هانت دارید، هر جای یک چارت شما همچین چیزی رو داشتید، حتی پوزیشنتون در این جهت دیگه باید کلا فرار کنید دیگه. اینو بارها گفتیم، یه چیز کاملا واضحه. ستاپ هانت و شروع یک حرکت، یعنی یک آی سی دی تریدر اینجا دیگه چشم بسته اینجا میتونه وارد معامله بای بشه. یعنی 2299 وارد معامله به استاپ این میشه و اینا رو که گفتیم. اگر شما حتی در اینجای کار، در این بلاکی که اینجا هست، موفق به ترید نشده باشید، که بازم بهتون میگم همین حرکت اینجا در تایم فریم پایینتر براتون ساختارهای لازم رو داده، شما توی این برگشت، توی این ریترنی که به اینجا بوده، به این FVG، چرا که MSS تون اینجا شکل گرفته، پس یک RT میخواد و اونجا ادامه حرکت حتی اگر یک لگ باشه و این حرکت رو براتون انجام میشه که من در آینده سیستم سیمتری اینا رو بهتون یاد میدم که تارگت رو دقیق تر در بیارید. یعنی اگر اینجا 50% بود که خروج میداد، شما یک بار دیگه اینجا ورود کردید، به اندازه سیمتری که حالا یکم محاسبات داره تارگت دقیق بگیرید و انطباقش روی اینجا به شما میده که شما اینجای کار باید یا پارشال اگزیت شده باشید یا کلا از معاملتون خارج شده باشید و ادامه حرکت. چرا؟ چون اینجا شما همچنان در کجا هستید؟ شما همچنان در FVG هفتگیتون هستید که در درون اون یک آرایه‌ای هست که به عنوان دستور مارکت، یک نشانه گذاری برای مارکت. از هر جایی در اینجا برای شما حکم چی رو داره؟ حکم اون حرکت رو داره. مثل کجا؟ مثل همینی که مجددا دارید میبینید. دقت کنید، الان این دوباره به سهم خودش مجددا تأثیر گذاشته. چرا؟ چون این به سهم خودش میگه که آقا اینم من باید به سهم خودم ازم محافظت بشه. متوجه؟ و این بار به این اندازه میشه. چرا؟ چون یعنی خیلی ساده بهتون میگم، هر بار زوره، چون بایاس تایم بالا بیشتره، از بالا این فضا رو برای این تنگتر میکنه تا شکسته بشه و استارت بکنه و یک آی سی تی تریدر در اینجا مجددا وارد معامله بای میشه. چرا؟
چون در اینجا ساختاری براش شکسته شده و انتظار یک آرتی و ادامه حرکت رو داره. ویدیوم خیلی طولانی شد. این نکاتی که گفتم رو کامل دقت بکنید، روشون تمرکز بکنید، روی چارتتون توی تایم فریم ها دنبالش بگردید. مطمئنم هر ویدیویی که من خدمت شما میگم اگر تنها روی اون مبحث تسلط کامل پیدا بکنید، اعتقاد من اینه که نیازی به چیز دیگه ای نداره. تنها چیزی که نیاز دارید و باید روش کار کنید صبره تا اون چیزی که لازمه براتون ساخته بشه. وقتی که ساخته شد شما میتونید بهترین تریدتون رو با یک ریسک ریوارد کاملا معقول انجام بدید و بدون اینکه هیچ استرسی داشته باشید میتونید اکانتتون رو رشد بدید یا ابرار معاش بکنید. حالا وارد بحث روانشناسی نشیم، ان اونا رو در مدل های دیگه ارائه خواهیم داد. اگر این سیستم، این مدل آموزشی براتون خوشایند هست، اگر ازش استفاده میکنید، انتظار اینو دارم که به کسایی که میشناسین معرفی بکنید تا به هر حال به سهم خودمون بتونیم یک حرکت مثبتی رو برای کسایی که واقعا میخوان به شیوه درستی ترید بکنن قدم برداشته باشیم. امیدوارم که هر روز موفقتر باشید و زندگی و شرایط زندگی هر روز به کام همه عزیزان باشه. روز خوبی داشته